به نام خداوند بخشنده و مهربان. هم‌یاران عزیز، با استفاده از این فرصت یک شما را به فرارسی سال نو میلادی 2020 تبریک میگم و از خداوند منان برای یک شما تنصیحاتی و سربلندی را خواهانم. سال نو همیشه یک فرصت خوب است برای تبریک یکدیگر، برای نیت‌های نیک، برای تحلیل گذشته و نگاهی جدید به آینده و همزمان این یک فرصتی خوبی هست که ما یکدیگر را خرسند کنیم و از کمبودی‌ها، از مشکلات جامعه هم حرف بزنیم. البته ما تاجیکان سالشماری‌های ملی خود را داریم، مثل سالشماری هجری، قمری و شمسی که در مراسم‌های مذهبی و گاه‌ها در بحث و بررسی تاریخی استفاده میکنیم. اما سالشماری میلادی چندین ده ساله است که جزء حیات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ما شده است و همزمان یک فرصت خوبی هم هست برای شادی و خرسندی. با استفاده از این فرصت من میخواستم یک تحلیل هم برای سال 2019 داشته باشم قبل از آن که درباره سالهای آینده صحبت کنیم. البته من سال 2019 را تنها یک سال عادی نمیدونم، بلکه این را جنبست یک 10 ساله میدونم برای ملت و کشور عزیزمون. 10 ساله که باید تاجیکستان طبق هم قانون‌های اساسی کشور و قانون اساسی کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان و هم طبق سند تقدیرساز سازشنامه صلح بین تاجیکان یک کشور دموکراتی، حقوق بنیاد و اجتماعی میبود. کشوری که در آن هیچ کس را به خاطر عقیده‌اش زندان نکنند، کشوری که در آن هیچ کس را برای لباسش تهدید نکنند، فشار نیارند، تحقیر نکنند، کشوری که در آن همه انسان‌ها، شهروندان ناوابسته از قومیت، زبان، رنگ و پوست، از عضویت به این یا آن حزب، ناوابسته از دین و مذهبش یا اعتقاد داشتن نداشتنش در نزد قانون و دولت برابر باشد. کشوری که در آن یک کس، یک حزب یا یک گروه نتواند تمام سرمایه ملت را در دست خود جمع کند یا تمام قدرت را در دست خود یا خانواده‌اش نگه بدارد. کشوری که در آن زندانی‌های سیاسی نباشد، کشوری که در آن مهاجر و در آن خائن و در آن دشمنان ملت و دیگر نمود تهمت و تحقیر وجود نداشته باشد. این آرمان بود، این هدف بود که ملت تاجیک برای آن تلاش کرد، مبارزه بود، برای آن صلح کرد و تمام این آرمان‌ها را در کنستیتوسیون خود و در سازشنامه صلح جا داد. اما سال 2010 دقیقاً 10 سال قبل در حیات سیاسی کشور ما تغییرات‌های رخ داد و مسیر یا روند رشد کشور ما را تغییر داد. چرا من میگم سال 2010 و چرا اون سال تا سال 2019 یا برای سال 2019 تأثیر رسان بود؟ سال 2010 نه تنها برای ملت تاجیک بلکه برای خود پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان هم یک سال تقدیرساز و خیلی دشوار بود. تاجیکستان در سال 2010 شاهد یک انتخابات نسبتاً دموکراتی بود. البته خود انتخابات دموکراتی نبود، اما روند شرکت احزاب سیاسی در انتخابات به هر صورت گوناگون اندیشی بود و رقابت‌ها وجود داشتند و بار اول امامعلی رحمان درک کرد که انتخابات را باخت با تمام معنایش. حتی کسانی هم که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را قبول نداشتند و ما را رقیب خود می‌دانستند، اما چون انصاف داشتند اعتراف کردند که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در آن انتخابات پیروز شد. رقم‌های دقیق در نزد خود امامعلی رحمان و در نزد کمیسیون مرکزی انتخابات وجود داشت. چرا میگم برای امامعلی رحمان سال دشوار بود؟ سال 2010 او باید که بین دو انتخاب دشوار یکی را انتخاب میکرد که هر دوشان برای سوستار بود. یکی اینکه تاجیکستان در آینده دموکراتی باشد، حقوق بنیاد باشد، ملت و کشور پیشرفته داشته باشیم و او باید باخت را میپذیرفت و در آینده برای اصلاح خود کوشش میکرد، چه در سر قدرت میمان یا نه، ولی تاجیکستان ملت و کشور از آن برد میکردن. ما یک کشوری میداشتیم طبق با استانداردهای بین المللی موافق و با سری بلند میگفتیم که ما هم میتوانیم، ما تاجیکان هم میتوانیم
انتخاباتی آزاد داشته باشیم، دموکراتی داشته باشیم، مثل همه ملت‌های دیگر سربلندانه زندگی کنیم. اما رحمان انتخاب خود را کرد. متاسفانه او بین ملت و منصب، بین آینده ملت و کشور و آینده خود و خانواده‌اش دومی را انتخاب کرد، یعنی منصب و قدرت را انتخاب کرد، اگرچه می‌دانست که این انتخابی او بر ضرر ملت، بر ضرر کشور تمام خواهد شد. اما انتخاب او بود و او این انتخاب خود را کرد و از سال 2010 به بعد نقشه را کشید تا اینکه قدرت خود و قدرت خانواده خود را در تاجیکستان مستحکم کند و هر کسی، هر گروه، هر حزب اگر مخالف این هدف و نقشه شخصی او بود باید از صحنه سیاسی پاک شود. و سال 2000 تا 2005 را ما میتوانیم سال پاکسازی صحنه سیاسی و ساختارهای دولتی از افراد، گروه‌ها و سازمان‌های ملی نام بریم. او اولین کاری کرد پروتکل مخفی 3220 را قبول کرد که طبق آن باید که مسئله حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حل و فصل میشد و قبل از آن که به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برسد اول چندین احزاب، شخصیت‌های ملی دیگر را مثل محمد روزی اسکندرov، زید سیدوف و حزب دموکرات، حزب سوسیالیستی، اینها را یک قسمش را زندانی کرد، یک قسم دیگر را احزاب را پراکنده کرد و شخصیت‌های را به این احزاب آورد که طبق خواهش و گفته او عمل کنند. اما هموطنان عزیز، قبل از اون که ما بگوییم که امام علی رحمان صحنه سیاسی را از افراد ملی پاک کرد، او ساختارهای دولتی را از افراد ملی پاک کرد و شخصیت‌هایی که دارای اندیشه ملی بودند، موقع مستقل داشتند، آنها را با هر بهانه از مقام و منصب دور کرد و کسانی را آورد که اولا مثل خودش می‌اندیشیدند، دوم منفعت‌های گروهی و شخصی او را از منفعت‌های ملی و دولتی بالا می‌گذاشتند، چون که بدون این کمانده جدید امکان نداشت که او بتواند صحنه را از افراد و گروه‌های ملی پاک بسازد. زیرا هر یک شخص اندیشمند، هر شخص ملت دوست، دولت دوست میتوانست به او بگوید اگر وزیر باشد، رئیس کمیته باشد، اگر یک مقام دولتی داشته باشد مثل پروکورور یا سود، بگوید که من این سپارش شما را اجرا نمیکنم چون اون بر ضد قانون است، بر ضد منفعت‌های ملی هست و علیه مردم تمام می شود. اما کسانی را آورد که نه گذشته خود داشتند، نه جایگاهی داشتن در جامعه و طبیعی است که این گونه افراد این فرصت یگانه در تاریخشان به دست آمده را از دست نخواهند داد و با تمام قدرت به منصب خواهند چسبید و هر چیزی که از بالا سپاری شود اجرا خواهند کرد، چه برخلاف قانون باشد چه برخلاف منفعت‌های ملی. و این عامل‌ها در یک جایگی انجام شد که تا سال 2015 او توانست که صحنه سیاسی کشور را از افراد و نیروهای ملی پاکسازی کند و ساختارهای دولتی، بخصوص ساختارهای قدرتی را از کسانی که استقلالیت دارند، قانون محور هستند و تنها قانون و منفعت‌های ملی را اطاعت میکنند، آنها را هم از مقام‌ها دور کرد و افراد تصادفی را به آن جلب کرد. شما امروز می‌بینید که دستورهای غیر قانونی به وزیر می‌دهد، وزیر به سردار اداره، سردار اداره به سردار شعبه و تا رئیسان جماعت‌ها و محله‌ها این دستورهای غیر قانونی و غیر ملی داده میشوند و اجرا هم میشوند، چون هیچ کس هنگام اجرا کردن این دستورها در فکر قانون، در فکر حقوق انسان، در فکر ملت و دولت نیست، تنها در فکر آن است که چی باید کند تا اینکه دستورهای رهبریت کشور اجرا شود. سال 2015 تا سال 2019 را، یعنی که مرحله دیوم این 10 ساله را میتوان 5 ساله تحکیم و جمع‌آوری قدرت در دست یک نفر و در دست یک خانواده نامید. نه تنها قدرت سیاسی، قدرت نظامی و قدرت قانونگذاری در دست یک نفر جمع شد، بلکه سرمایه ملی و قدرت اقتصادی هم در دست یک خانواده افتاد. و شما اگر اهمیت داده باشید، در این بین قانون‌های قبول شد، از جمله قانون درباره پیشوا و دیگر قانونگذاری‌هایی که این غصب حاکمیت و این یکتازی و دولت خانوادگی را
جامعه حقوقی بخشید. و اگر از سال 2010 به بعد نگاه کرده باشد، هر سال قانون ها طرز قبول شدن که یک سرمایه ملی سردرآمدترین ساحه‌های اقتصادیات و مالیات کشور یکی پس دیگر به دست یک خانواده می‌افتیدند. از راه پولکی دوشنبه چناق شروع کرده که به دست یک دختر و داماد افتید. بعداً تمام ساحه‌های سردرآمد کشور یکی پس دیگر به دست یکی از دیگر فرزند این خانواده یا افرادی که به نزدیکی و خویشتواری دارند به این خانواده یکی پس یک دیگر می افتادند. و باید گفت و اعتراف هم کرد که در مسئله خلاقیت، ابتکار یا به اصطلاح کریاتیونس برای پیدا کردن راه‌های نوی درآمد، این افراد، این گروه خیلی هم ماهرانه عمل میکنند و یک نمود مسابقه داخلی دارند. اگر یکی از فرزندان خانواده برای مثال توانست که راه سردرآمدترین کشور را شخصی کند و سالها میلیون دلار را به خارج ببرد، فرزند دیگر هم از این نخواست عقیب ماند و رفتن سراغ پاسپورت های خارجی را شخصی کردند، بعداً رقم های ماشین ها را و حتی شهادتنامه رانندگی دادن، اکسپرتیزه کردن، مکتب های رانندگی و کار تا به حد رسید که حتی جمع آوری رستنی ها مثل شیره کمال و دیگر همه نموده که درآمد دارد، پول میارد، اونها را از صاحبکاران، از مردم و از شرکت ها گرفتند و حق مناپولی یک خانواده کردند. و در دوام این 10 سال، از سال 2010 تا 2019 که اینک تمام شد و ما وارد سال 2020 شده ایستادیم، تمام کشور و ملت با سیاستش، اقتصادش، قانونش و سرمایهش در اختیار یک نفر و یک خانواده قرار گرفت. و میتوان گفت که این جنبست یک 10 ساله هست که متاسفانه برای ملت و برای کشور ما خیلی سنگین انجام شد. حالا بیاید یک تحلیل خیلی هم سرسری به رقم ها و وضعیت کنیم، چون اخیراً هفته پیش پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در پیام سالانه خودش به پارلمان وضعیت کشور را طرز وانمود کرد و میخواست ملت را، مردم را متقاعد کند که تاجیکستان از سال 2013 به بعد، از سالی که او آخرین بار پرزیدنت انتخاب شد تا امروز رو به رشد است، ترقی کرده ایستاده است. وضع مردم، وضع سیاسی، اقتصادی و اجتماعیشان رو به بهبودی است، نیک و احوالی مردم می‌افزاید و رقم‌های را آورد که می‌خواست این حرف‌های خود را اثبات کند. اما کسی که کمترین تحلیل دارد و با حساب کتاب متماتیکی یک کمی هم آشنا باشد، اگر این رقم‌ها را با هم مقایسه کند می‌بیند که وضعیت کاملاً به دیگر شکل است. نه اون طوری که پرزیدنت تاجیکستان میگوید، بلکه وضعیت به مراتب بدتر از آن است که ما و شما تصور کرده میتونیم. بیاید همدیران عزیز یک مقایسه خیلی سرسری و عادی کنیم. سال 2013 مجموع محصولات داخلی کشور ما 8 میلیارد دلار بود و الکی در سال 2014 مجموع محصولات داخلی به 9.3 میلیارد دلار رسید. حالا ببینید که در سال 2018 و 2019 بعد از 4-5 سال مجموع محصولات داخلی ما چقدر است؟ در سال 2018 7.4 میلیارد دلار، در سال 2019 هم من فکر میکنم که از 7.5 میلیارد دلار بیشتر نخواهد بود. حالا که ما در آخر سال هستیم و باید که آمار را جمع آوری کرد که مجموع محصولات داخلی ما چقدر شد. شما البته همتون که از علم حساب با خبر هستید میدونید که بین 9.3 میلیارد دلار و 7.5 میلیارد دلار فرقیت چقدر است؟ قریب 2 میلیارد دلار. تاجیکستان در این 7 سال رهبری اخیر پرزیدنت رحمانوف 2 میلیارد دلار مجموع محصولات داخلیش کمتر شد. اگر ما این رو به سر هر شهروند تقسیم کنیم، در سال 2014 به سر یک اهالی تاجیکستان مجموع محصولات داخلی ما 1104 دلار آمریکایی راست می آمد.
یعنی هر یک شهروند از مجموع محصولات داخلی 1104 دلار آمریکایی داشت. امسال در سال 2018 و 19 مجموع محصولات داخلی ما بر سر هر شهروند 803 دلار هست. یعنی که هر یک گرجدانین در دوران رهبری 7 ساله اخیر رحمانوف سالانه 301 دلار کم بغلتر شد. اگر این رو ما با نرخ‌های بازار مقایسه کنیم که در اون سالها برای مثال یک خلطه‌آرد چقدر نرخ داشت و امروز چقدر نرخ دارد، یک کیلو گوشت چقدر نرخ داشت امروز چقدر نرخ دارد، پس این کم بی‌زاحت شوی مردم و قشاق شوی کشور به مراتب بیشتر است که از اون رقم‌هایی که ما و شما میگیم. اما برای ما معلوم نیست که با کدام حساب و کتاب از روی کدام اریتمتیک و متدولوژی امام علی رحمان مردم رو میخواد متقاعد کند که کشور ما رشد کرده ایستاده است، مردم زندگیش بهتر شده ایستاده است، در حالتی که ما و شما رقم‌ها رو در دست داریم و میتوانیم این رقم‌ها رو مقایسه کنیم. بودجه کشور رو ببینید، در سال 2013 ما 2.5 میلیارد دلار بودجه کشور داشتیم، در سال 2014 3.4 میلیارد دلار بود، ولی در سال 2018 و 2019 بودجه کشور ما از 2.5 میلیارد دلار بیشتر نشده ایستاده است و من فکر میکنم که در این سال 2019 هم که البته جمع بست شود ما دفیسیت بودجه خواهیم داشت و علاکه کارمندان مقامات انداز گفته ایستادن، مقامات گمرک جمع‌آوری اندازها و باج و خراج ما تقریبا بین 200 تا 300 میلیون دلار کمبود داریم. پس معلوم شد که حتی در بودجه دولتی هم ما در مقایسه با سال 2013 و 2014 خیلی عقب رفته ایستادیم. سوال با وجود میاد که این حساب و کتاب ها و این رقم ها را از کجا میگیرند؟ البته یادمان نرود که حکومت کشور وقتی که رقم ها را با مردم اعلام میکند از حساب سامانی میگیرد، چون سامانی در سال 2014 1 دلار 4.7 سامانی بود. همین لحظه همین شب روزی که ما و شما صحبت کرده ایستادیم احتمال دارد که البته از مرز 10 سامانی 1 دلار گذاشته باشد و رقم رسمی که بانک ملی اعلام کرده بود 9.6 است که در بازار سیاه طبیعی است که از 10 بالا فروخته می شود. پس این بالاروی نرخ دلار یا به اصطلاح بی‌قرب شوی پول ملی را مقامات دولتی به خصوص خود پرزیدنت تاجیکستان در وقت سخنرانی ها با این رقم بازی و سخن بازی با مانیپولیاسیون فکت و رقم ها میخواهد همچون پیشرفت نشان بدهد. اگر برای مثال سال آینده 1 دلار 15 سامانی شود، طبیعی است که این رقم ها باز بیشتر خواهند افزود و حکومت تاجیکستان من شک ندارم که در گزارش سال آینده باز این بی‌قرب شوی پول ملی را همچون پیشرفت اقتصادی و بالا رفتن فکت و رقم ها به مردم نشان خواهد داد. من فکر میکنم که این یک نمود خاک پاشیدن به واقعیت ها است و این طرز سخنرانی و پیام ها نشان میدهد که یا حکومت جمهوری تاجیکستان از واقعیت خبر ندارد و واقعا در یک حیات دیگر زندگی دارند و مردم در دیگر حیات، یا واقعیت را خوب میدانند و با استفاده از این رقم ها و آماری بر دروغ میخواهند به چشم مردم خواب بپاشند. در هر دو صورت متاسفانه تاجیکستان ما در این 7 سال اخیر وارد یک مرحله بحرانی و یک دوران خیلی دشوار گشت که امیدوارم در سال 2020 وضعیت یک کمی بهتر شده باشد. اما همکاران عزیز، ما نباید بخصوص در این فرارسی سال نو همه چیز را منفی ببینیم. سال 2019 در برابر این همه کمبودیایی که از طرف حکومت شد و مسئول اساسی این کمبودی هم حکومت هست، ملت ما یک چند پدیده و حالت مثبت هم داشت که ما نمیتونیم از آنها چشم بپوشیم و آنها را ذکر نکنیم. من فکر میکنم که بزرگترین دستاورد سال 2019 برای ملت ما این یک کمی بیداری بود و این تغییر خوردن فضای داخلی کشور بود. من این را آغاز بیداری ملت میدونم و بار اول در تاریخ 20 سال
استقلالیت تاجیکستان بخصوص در زمان رهبری امام علی رحمانوف ملت تاجیک توانست یک مراتبه به حکومت نی بگوید و این نی ساده و عادی هم نبود. این نی بود که مردم یک دلانه با یک صدا از دوشنبه، از خاروق، از خوجند، از کلاب، از مسکو، ولادیواستوک، از ایرکوتسک، از پاریژ و دورتموند و وین و ورشاو و کیف، استانبول و از تمام دنیا تاجیک با یک صدا به یک آواز نی گفت به یک قرار حکومت و حکومت رو مجبور کرد که عقب نشینی کند. من یاد ندارم که بعد از جنگ شهروندی که ملت تاجیک مبارزین با زور سلاح رحمانوف رو مجبور به عقب نشینی و مجبور به صلح کردن، در این دوران ملت توانسته باشد بار دیگر حکومت را مجبور به عقب نشینی کند. منظور من همون نرخ اینترنت است که وقتی که حکومت با امضای خود رحمان میخواست نرخ اینترنت را به چند مراتب بالا برد، تمام مردم با یک صدا این را قبول نکردند و از حکومت طلب کردند که در قرار خود بازنگری کند و واقعا هم حکومت مجبور شد که موقتا هم باشد این قرار خود را بیکار کند. من چرا میگم موقتا؟ چون که نگران از آن هستند که باز یک حالت دیگر را استفاده برده، آرامش را استفاده برده، باز به این قرار بر نگردند. چون یک زمان تحت فشار مردم نرخ سیم کارت ها را برگرداندند، اما بعدا وقتی که مردم آرام شد باز سیم کارت ها را از نو با نرخ قیمت‌تر فروختند. اما در این بین من یک نکته دیگر را می‌خواستم خاطر رسان کنم. همکاران عزیز، وقتی که ما مردم در مجموع در مقابل قرار حکومت پیروز شد و این قرار بیکار کرده شد، ما یک کمی فارغ بال شدیم و یادمان رفت که یک گروه از آدمان توانستند مردم را منسجم کنند، سفربر کنند تا اینکه علیه این قرار ظالمانه صدا بلند کنند. و بانوی شجاع و دلیر با نام دلنازه، در اگر یادم نرود فامیلیش محیدین نوا بود، در دوشنبه از حق کنستیتوسیونی خودش، از حق شهروندیش استفاده بود، در چارچوب قانون امضا جمع کرد از مردم، از اهالی، برای فرستادن یک نامه دست جمعی به پرزیدنت تاجیکستان که از این قرار دست بکشد. امضا جمع کردن، مکتوب نوشتن به پرزیدنت در کوچه، در خیابان، در اینترنت یک کار عادی معمولی است که در تمام جهان شهروندان از آن استفاده میبرند و تا این روز هیچ کسی را نه جزا دادن، نه حبس کردن، نه حیف تو گفتن، البته به غیر از تاجیکستان. و این بانوی دلیر فکر کرد که تاجیکستان هم یک کشور دموکراتی است و آزاد هست و این حق قانونی او هست که اعتراض کند و مردم را بفهماند که از حق خود استفاده کنند. رحمانوف عقب نشینی کرد، اما این بانو را نبخشید و در فکر انتقام شد و انتقام خود را هم از این بانو گرفت. بعدا ما دیدیم که چگونه به حیات شخصی این بانو دخالت کردند و در یک جامعه سنتی شرقی که این مسئله خیلی حساس است، مقامات دولتی تاجیکستان، مقامات قدرتی نوارهای را و تهمت‌های را بدنام کنی و تحقیر کنی را نسبت این بانوی دلیر در شبکه‌ها پهن کردند و حکومت نشان داد که هیچ کس را برای جرأت و جسارت نمیبخشد و همیشه در فکر انتقام گرفتن از این اشخاص است. اگر نتواند نفران دیگر را در خارج کشور پیدا کند، کسانی که در داخل کشور این جسارت را کردند آنها را جزا خواهد داد. اما همکاران عزیز، مسئله تنها این نیست. من کمی نگران هستم و کمی حتی با تأسف میگویم که همه کسانی که با دلنازه همراه بودند در مسئله دفاع از حقوق خود و موضوع اینترنت را جدی گرفتن، بعداً دیدیم که ما و شما دلنازه را تنها گذاشتیم. از دلنازه به همون شکل میبایست دفاع نکردیم و متاسفانه این رفتار ما در مجموع چند مشکلی را نشان داد. یکی این که هنوز هم ما ناآموختیم، هنوز هم آماده نیستیم که در مقابل ماشین رپرسیوی و ماشین پر از ظلم و کینه و انتقام دولت‌های خودکامه همچون یک ملت دست جمعانه مبارزه بریم و اجازت ندهیم که یک فرد را مثل یک دانه گندم آرد کنند و مثل یک گرد نابود شود.
حکومت‌ها رپرسیوی عادتاً معمولاً افراد رو این گونه نابود میکنن. اول میان جامعه ها رو به گروه ها تقسیم میکنن، به حزب ها، به قوم ها، به محل ها، به مذهبی و غیر مذهبی، به حزب فلان و حزب بیسمدان و این تقسیم شوی باعث آن میشود که اگر به یک گروه هجوم کردن، گروه دیگر این مشکل رو مشکلی شخصی یا گروهی میداند. اگر به یک نفر هجوم کردن، این مشکل رو مشکلی یک نفر میدانند و منتظر میشود که این مصیبت بالای سر او خواهد آمد و میبینید که بعدا همین دستگاه رپرسیوی حکومتی یکی پس یک دیگر یک حزب را، یک گروه را، یک شخصیت را از بین میبرد و نوبت به همه میرسد. اگر دیروز دلنازه را مورد هجوم قرار دادند و به این شکل انتقام گرفتند، مطمئن باشد همه ما که خاموش بودیم حتما این روز به سر ما هم به یک شکل دیگر خواهد آمد. من خیلی میخواستم که جامعه جمع شود در اطراف دلنازه و از او حمایت کند، اما با هر دلیل، شاید به خاطر آنکه ایشان خودشان دیگر اقدام نکردند یا به هر دلیل دیگر، باید اعتراف کنیم با تأسف که ما او را تنها گذاشتیم. ما مثال دیگر میتونیم بیاریم، بانوی دیگری جسور ما نیلوفر که اخیراً دیگر تحمل کردن نتوانست و اون مصیبتی که بالایش آمد رسانه‌ای کرد. البته تا نیلوفر، حتی شاید خود نیلوفر هم چند مرتبه مورد این هجوم‌ها قرار گرفته بود، یا مادرش یا همسایه‌اش. صدها و شاید هزارها زن تاجیک مورد تحقیر و تهمت و فشار، چه برای لباسش چه برای مسائل دیگرش قرار گرفته بود، اما همه خاموش بودیم چون که مردم خودش خاموش بود. اما وقتی که نیلوفر آمد صدا بلند کرد، اون هم یک قسمی از جامعه با پشتیبانی از او برخاست، نه همه جامعه. یک گروه از خویش و تبار، دوستان و همحزبی های پدر، کسانی که میشناختند، از او دفاع کردند و یک برخی دیگر از هموطنان تنها به خاطر آنکه حکومت او را به خاطر حجابش تحقیر و تهمت کرده بود و پشتیبانی هم کردند و امروز صدای این خواهر به تمام جهان رسید. اما اگر تصور کنید که خواهر نیلوفر حجاب نمی داشت، او را برای یک مشکلی دیگرش حکومت مورد تحقیر و فشار قرار میداد، اگر او خویش و تبار یار و دوست نمی داشت، صدای او را کی میشنید؟ مثل صدای دلنازه، صدای نیلوفر هم خاموش میماند و کسی از او حمایت نمیکرد. و من چه گفتنی هم با این حرفم به هموطنان گرامی؟ مگر وقتی آن نرسیده است دیگر ما مشکلات یک نفر رو در مقابل حکومت مشکلی یک شخص ندانیم، مشکلی یک گروه رو مشکلی یک گروه ندانیم، مشکلی یک گروه از مذهبیان رو مشکلی تنها مذهبی ندانیم و یا مشکلی یک گروه از بی مذهب یا بیدین رو مشکلی تنها از بیدین ها ندانیم. آیا وقتی آن نرسیده است که ما مشکلات رو از روزنه انسانیت و ملیت ببینیم؟ اگر ما این مشکلات رو در آینده از روزنه انسانی، حقوق بشر، از روزنه دولت و جامعه ملی بینیم، دیگر برای ما فرق ندارد که دلنازه حجاب داشت یا نداشت. برای ما باید اصلا مهم نباشد که نیلوفر حجاب دارد یا ندارد. او را برای حجابش بردن مورد فشار قرار دادن یا مورد به خاطر سر لوچش. برای ما کرامت انسانی، شرف انسانی، حقوق انسان باید بالاتر از این همه مسائل های گروهی و مذهبی باشد. من این را باز هم با کمال تأسف میگم که این دو حالت نشان داد که ما متاسفانه هنوز هم در سطح یک اندیشه و افکار ملی نرسیده ایم. اما چرا من گفتم که سال 2019 در خود خوبیایی داشت؟ حتی همین کار دلنازه که مردم را بسیج کرد و تمام مردم آمدن با یک صدا نه گفتن، از نگاه من این یک پیروزی ملت ما در سال 2019 بود که باید در آینده آن تقویت یابد. خب همکاران گرامی، البته در اینجا میخواستم چند صحبت درباره وضعیت پیمان ملی، دستاوردها و برد و باخت‌های آن هم صحبت کنم. سال 2019 برای پیمان ملی یک سال بسیار مهم، پربار و خیلی هم سرچالش بود. سال اولی فعالیت بود و ما فعالیت را از چالش‌ها آغاز کردیم. هنوز چند ماه از فعالیت ما نگذشته بود و شروع کرده بودیم به سازمان دادن فعالیت
ولی یک مصیبت بالای ما آمد که عضو شورای رهبری پیمان ملی و رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان شراف‌الدین گدایف در ماه فوریه از شهر مسکو در نتیجه یک عملیات بسیار طرفه امنیتی دزدیده شد و واقعا باید اعتراف کنیم که در اون وقت و هنوز هم احساس میکنیم که این برای پیمان ملی تاجیکستان یک چالش بسیار سنگین بود. اما دستاورد پیمان، جامعه شهروندی در مجموع و همه کسانی که از این مسئله نگران بودند در آن بود که چند نگذشته در یک مدت کوتاه شراف‌الدین از اسارت آزاد شد. من فکر میکنم که عامل‌های اصلی آزادی شراف‌الدین گدایف این پیش از همه انسجام و هماهنگی خوب بین جامعه جهانی، سازمان‌های بین‌المللی، جامعه شهروندی تاجیکستان از آن جمله پیمان ملی تاجیکستان و فعالیت خوبی خود شراف‌الدین گدایف بود و از همه مهمش هماهنگی خوبی او هنگام اسارت با رهبریت پیمان بود که در مجموع این عامل‌ها تأثیر رساندند که شراف‌الدین از اسارت رها شد و من فکر میکنم این یک هم دستاورد بزرگ برای جامعه شهروندی بخصوص برای پیمان ملی بود و هم در خود یک پیام داشت. پیام این بود که اگر ملت بخواهد میتواند دستاوردهای از این بهتر خودتر هم داشته باشد. مهم این که همه با یک صدا هم آهنگ و منظم کار کرده باشند. و دستاورد دیگری پیمان ملی تاجیکستان در سال 2019 این فعالیت‌های بین‌المللی بود، بخصوص در سطح سازمان ملل، سازمان امنیت و همکاری اروپا. البته در این سال نمایندگان پیمان ملی ده‌ها ملاقات‌ها با کارپوس‌های دیپلماتی، با نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی، با رسانه‌ها و حزب و گروه‌های گوناگون داشتند. اما فکر می‌کنم که رفتن پرونده بیشتر از 10 نفر از محبوسان سیاسی تاجیکستان به سازمان ملل متحد و اعتراف شدن این پرونده ها همچون پرونده سیاسی من فکر میکنم بزرگترین دستاورد جامعه شهروندی، سازمان های دفاع از حقوق بشر و پیمان ملی تاجیکستان بود. چون حکومت تاجیکستان پیوسته انکار میکند که در تاجیکستان محبوسان سیاسی هستند، اما امروز جهان در بالاترین سطح خود یعنی سازمان ملل این را اعتراف کرد. نه تنها اعتراف کرد بلکه از حکومت تاجیکستان طلب کرد که هر چه زودتر این افراد بیگناه را آزاد کند، با آنها جبران پرداخت نماید. البته حکومت تاجیکستان تا امروز این طلب و درخواست‌های جامعه جهانی را رد کرده ایستاده است، اما مهم برای ما این است که قدم اول گذاشته شد. از طرف دیگر جامعه شهروندی تاجیکستان بخصوص حزب و حرکت‌های مخالفین بار اول نیست که در نشست‌های سالانه سحه در ورشو شرکت میکنند، اما فرق این سال از سالهای قبلی این بود که فعالیت همه حزب و گروه‌های اپوزیسیونی و جامعه شهروندی منظم و هماهنگ بود و هیچگاه به توطئه و فتنه‌های هیئتی که از طرف حکومت فرستاده شده بود داده نشدند. مثل سالهای گذشته شما می‌دید که در سالهای گذشته گاه پرخاش و کشمکش‌ها رخ می‌داد، اما با وجود همه تلاش‌هایی که کردند و نفرایی را فرستاده بودند که جز فتنه انداختن در بین اشتراکچیان دیگر کاری نداشت، ولی با وجود این هم هیئت پیمان ملی دیگر حزب و حرکت‌ها از این فتنه‌ها خود را کنار گرفتند و از همه مهمش نسل جوان را به صحنه آوردند که این سال دیگر بیشتر سخنگوها و برآمدکننده‌ها از نسل جوان بود. اما دستاورد اساسی جامعه شهروندی تاجیکستان و پیمان ملی تاجیکستان در آن بود که بار اول در سخنرانی‌های خاتموی هیئت‌های رسمی کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا مسئله پامال شدن حقوق بشر در تاجیکستان، زندانی‌های سیاسی و از همه مهمش فشار حکومت به خویش و تبار فعالان سیاسی به طور رسمی برداشته شد، گفته شد و این معنا آن را دارد که همه کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا الکی به این قناعت رسیدند که در تاجیکستان این مشکل‌ها وجود دارد. و یکی از دستاوردهای دیگری پیمان ملی تاجیکستان البته این دستاورد بود که در پی یک مصیبت رخ داد. ما در سال 2019
یک مصیبتی داشت جامعه شهروندی تاجیکستان که بانوی دلیر و ادوکت معروف فیض نیسا واحدова را در یک مرگ مرموز از دست دادیم. تا به امروز پهلوهای این مرگ او شهادت ناروشن هست و هیچ کس گفته نمیتواند چگونه یک انسان با پای خود به بیمارستان میرود تا لحظه آخر فعال است، اینترویو میتید، اما یک بار خبر پخش می شود که در بیمارستان او درگذشت. این یک تلفات بسیار بزرگ برای جامعه شهروندی تاجیکستان بود و بنابر همین پیمان ملی تصمیم گرفت که خاطره و گرامی داشت این بانوی دلیر را ابدی کند و یک جایزه بین المللی را به نام فیض نیسا واحدova تأسیس داد که در اروپا این جایزه بین المللی ثبت شد و بار اول این جایزه به مبارز دیگر، به ادوکت دیگر بزرگمهر یاروف سپرده شد و من فکر میکنم که این ابتکار نه تنها مال پیمان ملی نیست، تنها مال یک گروه از شهروندان تاجیکستان نیست. این باید یک ابتکار ملی، پروژه ملی دانسته شود که در سطح بین المللی علاقه ثبت شد و اعتراف شده است. خب دیگر طبیعی است که در این سال در قطار این پیروزی ها و دستاوردها کمبودی های هم وجود داشت و می ارزد که چندی از این کمبودی های پیمان ملی را گفته باشیم. البته ما به این نظر هستیم که وقتی ما کمبودی ها را میگیم این یک نمود خود تنقید کنی هم هست و انتقادی داخلی هم هست. نباید ما از انتقاد بترسیم و نباید هم منتظر شویم که دیگران ما را انتقاد کنند، کمبودی های ما را آشکار کنند. بد نیست که گاه خودمون به فعالیت های خودمون از داخل نگاه هم داشته باشیم. و البته پیمان ملی چون سال اولی فعالیتش هست و در این شرایط دشوار هجرت دور از وطن و با اون همه فشار و تعقیباتی که حکومت بالای اعضا و پیروان پیمان ملی و دیگر احزاب و حرکت‌های اپوزیسیونی می‌آورد، بسیار دستاورد داشتن و فعال بودن کاری آسان نیست و پیمان ملی در این سال گذشته از نگاه من یکی از کارهایی که باید انجام میداد ولی متاسفانه انجام نداد این بود که باید که با مردم عزیز کشورمان بیشتر صحبت میکردیم، باید از اهداف و برنامه ها و نیت های خود با مردم بیشتر صحبت میکردیم. من فکر میکنم که هنوز هم از طرف جامعه بعض شک و تردیدهای درباره فعالیت پیمان ملی، آینده پیمان و بخصوص هدفهای استراتژی پیمان وجود دارد. البته هستند کسان و دایره هایی که همیشه در اطراف پیمان ملی تاجیکستان و حزب و حرکت های عضویان شک و تردیدها را به وجود میارند و آن را علنگر میزنند و عمدن کار میکنند که این شک و تردیدها همیشه وجود داشته باشد. اما جدا از اینا ما با اینها کار نداریم. جامعه و مردم با انصاف هم حق دارند که نسبت برنامه های ما و هدف های ما شک داشته باشند، بخصوص در صورتی که ما تا به حال به طور صریح و جدی درباره هدف‌ها و برنامه‌های خود هنوز صحبت نکردیم. درست است که ما در صحبت‌ها، مصاحبه‌ها، در سندهای تأسیسی داریم اعلان کردیم که از نگاه ما تاجیکستان باید یک دولت واقعا هم دموکراتی، آزاد، حقوق بنیاد و دنیوی به معنای واقعی کلمه باشد، نه اون دنیوی که امروز بعضی حکومتداران از آن می‌تراشند. اما هنوز هم شک و گمان ها وجود دارد و بعضی ها سوال می‌دهند که آیا واقعا شما صمیمی هستید در این برنامه های خود یا اینکه یک برنامه اعلان شده دارید و یک برنامه یا هدف پنهانی که آن را بعد از سر قدرت آمدن بالای مردم تحمیل میکنید. و وظیفه ما هست رهبریت پیمان، اعضای فعال پیمان که در گفتگو با مردم، با ملت یک کمی آشکارتر، جدیتر و صریحتر باشیم. ما نباید شرایط رو طرز فراهم کنیم که مردم در برنامه و هدفهای ما شک و تردید داشته باشند. البته باز تکرار میکنم فضا سازی اطراف پیمان ملی خیلی زیاد است. بعضی ها عمدن هم اشتباهات ما را در گذشته میخواهند بیارند بر رخ ما بکشند و بگویند که مگر این شما نبودید که در گذشته این یا آن جنایت ها را کردید، این یا آن اشتباه ها را کردید، مگر هم مسلکان و هم گروهان شما در خارج نیستند که فلان کارها را انجام میدهند. آنها با آوردن دلیل ها از گذشته، از عملکرد حزب و حرکت ها در کشورهای دیگر میخواهند
فعالیت پیمان ملی تاجیکستان را، آینده پیمان را در چشم مردم یک کمی کمرنگ کنند. ما باید با این دوستان، با هموطنان، با مردم شریف با صراحت صحبت کنیم که بله، ما در گذشته کمبودی‌هایی داشتیم، اشتباهایی بود که چی از طرف فعالان حزب و حرکات اپوزیسیونی، چی از طرف کسانی که خود را منسوب به یا طرفدار حزب و حرکات اپوزیسیونی می‌دانستند صادر شده است و ما نباید از اعتراف این اشتباهات هراس داشته باشیم و این را یک کاری بد بدانیم، بلکه ما باید این اشتباهات را اعتراف کنیم و تلاش کنیم که در آینده آنها تکرار نشوند. من فکر میکنم که اعتراف اشتباهات این خود یک نشانه از صمیمیت در پیش ملت و مردم است. اما همزمان یادم نرود که در قطار اشتباهات نیروهای مبارز، نیروهای اپوزیسیونی صحفات درخشان از مبارزه، از تلاش برای این ملت و دولت داشتند و نباید اجازت بدهیم که کسی تاریخ را تحریف کاری کند، دستکاری کند، تهمت کند و رهبریت، شخصیت‌های مقاومت و مبارزه را در چشم مردم دشمن و بدنام نشان بدهد. ما باید این دو را از هم جدا کنیم، اشتباهات را اعتراف کنیم، اصلاح کنیم، اما از دستاوردها و از پیشروی‌ها، از مبارزه‌های حزب و حرکات هم دفاع جانانه کرده باشیم. و من فکر میکنم که گفتگوی آشکار با مردم یکی از وظیفه‌هایی است که در آینده ما باید آن راه اندازی کنیم و همزمان پرهیز کردن از بحث و کشمکش و از پرخاش‌هایی که بعضی ها ناآگاهانه، بعضی دیگر آگاهانه میخواهند در بین نیروهای اپوزیسیونی بخصوص در خارج کشور راه اندازی کنند. ما شاهد آن هستیم از روز اول تأسیس یابی پیمان. خب طبیعی است که حکومت تاجیکستان علیه ما یک تبلیغات گسترده رسانه‌ای را راه اندازی کرد و پیمان ملی را بلافاصله بعد از کنفرانس ورشو و آن دستاوردهایی که پیمان داشت شامل لیست سازمان‌های تروریستی کردند و تلاش میکنند که نه تنها از طریق نیروهای استخدام کرده خود در فابریکه جواب که شمارش از هزارها هم میگذرد، نه تنها از طریق نیروهای قدرتی، مقامات قدرتی، حتی بعضا از امکانات افراد یا گروهی که در خارج هستند و با پیمان ملی یا با برخی از احزاب و سازمان‌های شامل پیمان ملی مشکلی دارند، از آنها هم استفاده شود، آنها را تشویق کنند علیه پیمان ملی تاجیکستان، علیه رهبریتش، علیه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و دیگر سازمان‌ها. ما این را خوب آگاه هستیم و از روز اول پیمان ملی تاجیکستان تصمیم گرفت که وارد بحث و گفتگو کشمکش داخلی با حزب و حرکت‌ها، با شخصیت‌هایی که در خارج هستند نخواهد شد. حتی در داخل هم ما وارد بحث با هیچ نیروی، با هیچ گروه نخواهیم شد. هدف ما، برنامه ما، مقصد ما تنها از سر راه ملت دور کردن اون یک گروه خرد هست که امروز با تقلب، با غصب کردن تمام قدرت سیاسی، مالی و ثروت دولت کشور را غصب کردن. ما چرا این نیروی محدود خودمان را از هدف اصلی دور کنیم، بیایم وارد بحث و کشمکش و پرخاش با این یا نفر، با گروه یا سازمان شویم؟ ما با کمال احترام، نه به معنی آن است که حرفی برای گفتن نداریم یا خدای نکرده به احترامی نسبت این افراد می شود، اما وقتی که اونها نه مکالمه، نه گفتگو، بلکه بحث و پرخاش و کنایه و تحقیر را پیش میگیرند، طبیعی است که پیمان ملی نه وقت دارد، نه حوصله دارد و نیروی کافی دارد که هم با یک حکومت دیکتاتوری مبارزه برد و هم برخی از نیرویش را صرف بحث و کشمکش‌های بیهوده کند. بنابراین این سیاست از قبول شده در پیمان ملی تاجیکستان هست که هیچگاه وارد بحث‌ها و کشمکش‌های بیهوده با هموطنان و گروه‌های دیگری مخالف نخواهد شد. ولی همزمان ما امید داریم که در گفتگو، در مکالمه را که الکی باز کرده ایم، اون طرف دیگر رو وادار میکند، تشویق میکند به گفتگو و ما آماده هستیم که برای رسیدن به هدفها و آرمان‌های ملی با هر کسی که نباشد، در هر کجایی که نباشد، مکالمه و گفتگو کنیم. باز تکرار میکنم، مکالمه و گفتگو هیچگاه
بحث و پرخاش و کشمکش نخواهیم کرد. خب دوستان گرامی، هموطنان عزیز، من باور دارم که سال 2020 برای ما یک مرحله جدید، مرحله بهتری خواهد بود. اگر ما در سال 2019 شاهدی قدم‌های اول در بیداری ملت شدیم، مطمئن باشید که در سال 2020 وضعیت بهتری خواهیم داشت و واقعا هم از نگاه من سال 2020 یک سال بسیار مهم خواهد بود. نه به خاطر آنکه در سال 2020 انتخابات ها برگزار می‌گردد. اصلا این انتخابات ها برای ملت تاجیک، دولتداری تاجیک هیچ اهمیتی ندارند و هیچ تغییراتی هم نخواهند آورد. چه امام علی رحمان خودش پرزیدنت باقی بماند، چه کسی دیگر را از خانواده‌اش بیارد، وضعیت تاجیکستان هیچ فرقی نخواهد کرد. زیرا امام علی رحمان اگر پرزیدنت هم بماند دیگر حرف جدید، ایده جدید برای ملت ندارد. اگر یک نفر جدید هم از خانواده بیاد، اون جسارت و قدرت تغییر دادن وضعیتی را که از پدرش میراث گرفته اون را هم نخواهد داشت و اون توازن قدرت و مالکیت در بین خانواده حتما حفظ خواهد شد و تلاش میکنن که حفظ شود. پس برای ملت، برای مردم هیچ تغییرات وارد نخواهد شد. اما ملت تاجیک میتواند از سال 2020 به بعد قدم به قدم تقدیر خودش را به دست خودش بگیرد. چرا؟ من چند دلیل دارم. الکی ما دیده استیم که مردم تاجیکستان دیگر اون مردم سال 2015 و 16 نیست. شجاعت مردم، دلیری مردم روز به روز زیاد شده ایستاده است. اگر سال 2015 و 16 ما از داخل تاجیکستان حتی یک زنگ تلفنی هم نمیگرفتیم، یک پیام نمیگرفتیم، امروز شما میبینید در شبکه‌ها پیام‌ها، نوارها چقدر زیاد شدن، چقدر تماس بین نیروهای مخالف در خارج و مردم در داخل وجود دارد. امروز در صحنه یک نسل جوان آمده است. بلاگرها، روزنامه‌نگاران، سیاستمداران، فعالان اجتماعی که در صحنه شما میبینید در شبکه‌ها، در یوتیوب، دیگر اینها مربوط به یگان حزب و حرکت نیستند. اینها مربوط به زمان جنگ و صلح نیستند. اینا نسلی هستند که میخوان در یک تاجیکستان جدید، تاجیکستان پیشرفته، تاجیکستان آزاد دموکراتی زندگی کنند. دیگر پیش راه این نسل را هیچ کس گرفته نمیتواند. نه رحمان، نه یکیموف، نه رحیمزاده، نه پروکراتور، نه کسی دیگر. دنیای آزاد، دنیای اینترنتی و دنیای رقمی به اصطلاح گلوبالیزاسیا کار خود را انجام خواهد داد. و از همه مهمش من فکر میکنم که سال 2020 سال گفتگو، مکالمه بین نیروهای اپوزیسیونی خارج در کشور و بین مردم تاجیک، بین مهاجرین موجود در روسیه و دیگر کشورها برای آینده تاجیکستان خواهد بود. من حالا گفتن نمیتوانم که چارچوب این مکالمه چگونه خواهد بود. من خیلی دلم میخواست که این با ابتکار خود جامعه باشد، نه با ابتکار نیروهای اپوزیسیونی. خود جامعه شهروندی، فعالان اجتماعی بیایند، احزاب، گروه ها و حتی از داخل حکومت هم کسانی که میخواهند مکالمه کنند آنها را به یک مکالمه ملی دعوت کنند، به یک گفتگوی ملی دعوت کنند تا اینکه همه در سر یک میز بشینیم، بیاندیشیم که با آینده تاجیکستان چی باید کرد. چیکار کنیم که در تاجیکستان دیگر هیچ کس نتواند قدرت را غصب کند، قدرت را خانوادگی کند، حاکمیت در دست یک نفر، یک حزب و یک گروه بیفتد. هیچ کس نتواند سرمایه مردم را، تجارت مردم را، صاحبکاری مردم را از مردم با هر بهانه بکشد، بگیرد. هیچ کس نتواند یک عده از مردم را مهاجر کند، غریب کند، یک عده از مردم را داخل زندان کند، نصفی از ملت را خائن و دشمن ملت اعلان کند. من فکر میکنم که این فرصت در سال 2020 برای ملت، برای مردم فراهم خواهد شد و با یک شما تمنای سربلندی، کامیابی و تنصیحاتی را دارم و دعا میکنم که پروردگار عظیم‌الشأن در سال 2020 تمام مشکلات اقتصادی و سیاسی و فرهنگی ملت ما را سبکتر کند، از بین ببرد و ملت اذیت کشیده ما وارد یک مرحله جدید بگردد. سال نوتان همدیران عزیز مبارک باد و تا صحبت‌های آینده شما را به خداوند پاک می‌سپارم.